این مردی غمگینه که در روی اکرانهای خود میبینید به نزدیکی پسرش را از دست داده بود و تصمیم گرفت که جسد پسرش را در نزدیکی خانهاش دفن کند تا بتواند هر روز به دیدن او برود. اما مردمان اینجا با تشریفات کامل این کودک را به خاک سپاریدند. سپس آنها به خانه‌های خود رفتند. اما اون چیزی که پس از این اتفاق افتاد در این محل هیچ کس تصورش را نمیکرد. پس از یک چند روز این پدر پسرش را دید که در اتاق خوابش خوابیده است. محض همون کودکی که یعنی همون پسری که در پیش اهل چشم همین محله به خاک سپاریده شده بود. این واقعه نه تنها تمام مردم این محله را شوکه زده کرد، بلکه به یک خبر مهم ملی تبدیل گردید. بسیاری از کانال‌های خبری یعنی رسانه‌های رسمی این خبر را به تمام جمهوری پهن کردند. پس از این مردم محلی گفتند که بیایید قبر را میکنیم و میبینیم که در آنجا هست کودک یا که کودک یگان کودک دیگر است. و اجازت پدر و مادرش را گرفتند و با شکستنی قبر این کودک آغاز کردند. یگانه مقصد آنها این بود که میخواستند بدانند که آن کودکی که در روی تختش خواب است اصلا کودک است یا که یگان چیز دیگر. اما نقطه شگفت انگیزش این بود که باور نمیکنید دوستان عزیز، تابوچه‌ای که از داخل قبر بیرون کردند هیچ کودکی را در داخلش نیافتند. همونطوری که دیده ایستاده‌اید این تابوت خالی است. در داخل این فقط همان لباسهایی را یافتند که در تن کودک و کودک پوشانده او را دفن کرده بودند. یعنی اگر از جهت لوگیکی نگاه کنیم یگان کس کودک را از داخل قبر بیرون کرده است و لباسهای نو را پوشانده با او با اتاق خوابش گذاشته است. لباسهایی که با او در داخل قبر گذاشته بود پدرش او را در داخل همون تابوت مانده است. اما شخصی که این کار را کرده است، سوال اساسی این است که چگونه او این کار را کرده است؟ به خاطری که قبر چطوری که میبینید صحت است، او را نه کنده بودند نه یگان چیز، آن را تنها مردم محلی سپس پس از چند روز کندند. دوستان عزیز، در این مورد میتوانید فکر عقیده های خود را در کامنت را بنویسید و ما رولیک ادامه میدیم، البته بدی رکلامه. дӯстон, шумо тамошо ва рақобатҳои варзишии ҷолибро ҳамроҳ бо як Xbox ҳам ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардан ва гирифтани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд ва муҳимтар аз ҳама бонус то $100 бо промокоди NECA. маълумотҳои лозима дар комментария ва ба шумо муваффақият хоҳонем. این دکتر فیزیکی در روی اکران خود میبینید راکی کالفانوست. در سال 2006 او با اهل عائله خود در حال راندن ماشین بود که ناگهان باران سخت شروع شد. در چنین شرایطی او مجبور شد که در کم بالاتر توقف کند چون که پیش را دیدن نمیشد و از همین خاطر به خاطر بی‌خطری اهل عائله‌اش او ایستاد. از سبب که سطح آب بلند شده بود در راهی که پایان بود 3 متر بلندی داشت، او با یک بلندی برآمده ایستاد. در همین حال او یک ماشین سرخی را دید که در آب شنا میکرد و دهشت کار در آن است که در داخل او زنی نشسته بود. در نزد چشمان این مرد زنی که در داخل ماشین بود با ماشینش به آب فرو رفت و برای نجات این زن را که یعنی همان دکتر که در اول گفتیم داخل آب شد و به نجات او شروع کرد. او یک چوبی که در بالای آب شنا کرده ایستاده بود او را داشته سعی کرد با آن شیشه ماشین را بشکند تا زن را از داخل او بیرون آورد. در همین حال بود که چند نفر دیگر از راه رسیده برای کمک او به آنجا آمد، اما متاسفانه به آنها میسر نشد که نه شیشه ماشین را شکنند و نه زن را از داخل آب بیرون آورند. پس از یک چند لحظه به طور معجزه آور بود که دست زن به دست دکتر راکی رسید و همین طور توانستند که پس از یک چند دقیقه کوشش های زیاد او را از داخل آب بیرون آورند و نجات دهند. اما میدونید دهشت کار در چی است دوستان عزیز؟ وقتی که ماشین را از داخل آب بیرون آوردند شیشه هایش درهایش کاملا محکم بودند. سوال اساسی این است که چگونه زن به بیرون برآمد و دکتر توانست او را نجات دهد در حالی که شیشه ها پر محکم بودند. یگان شیشه ماشین شکسته نشده بود و درها هم از داخل قفل بودند نه از بیرون. حتی واریانتی که شیشه را اول زن پایان کرده باشد به بیرون برآمده باشد و پس از آن او را برداشته باشد این در اصل کار نمی آید چون که سیستم برقی اتومبیل به داخلی که در داخل آب بود از کار مانده بود. و اگر شما فکر کنید که در را باز کرده است و پس از آن بیرون آمده بود و پس از آن در را پوشیده بود در داخل آب، این هم از روی عقل بیرون است چون که شخصی که غرق شده است چرا باید درش را از سرکه بپوشد؟ گذشته از این چه خیلی که در گذشته غیر کردیم در از داخل ماشین محکم بود نه از بیرون. باز یک دلیل دیگر آن است که درها همش محکم بودند. وقتی که ماشین را بیرون آوردند در داخل ماشین اونقدر هم آب نبود. اگر زن در را میکشد البته که داخل ماشین پر از آب میشد. این عکس سوال از همه مهم
خواستیم در این ویدیو با شما این است که این زن چگونه توانست از داخل ماشین و بیرون برآمد. و گفته این زن گویم اگر این یک معجزه بود برای آنکه خودش به تنهایی نمیتوانست در را بگشاید